بیا بهت یاد بدم به جای اینکه این بازی رو 67 گیگ دانلود کنی فقط 42 گیگ دانلودش کنی. این روش فقط برای PS4 و بازی‌ها رو بدون آپدیت دانلود می‌کنید. ببینید این فیچر فقط 90 گیگ و نصف حجمش فقط برای بخش آنلاینه. وارد این لینکی که تو کپشن گذاشتم میشید، میایید پایین روی این ریواند EXE میزنید، این برنامه رو دانلود میکنید، اینو بزنید، ران انیوی رو بزنید، بعد وارد برنامه میشید، مود 2 رو میزنید، استارت پروکسی رو میزنید، با همین اینترنتی که لپتاپ بهش وصله بعد PS4 رو وصل کنید و بریم آموزشی. فقط دستگاهتون نباید go to the settings, network, set up internet connection, pick your connection method, don't pick easy, pick custom, connect to your home network, and when it says IP address settings, they can be left on automatic, DHCP do not specify, DNS on auto, NTU on auto, when it says proxy, you want to select use, and then put the IP port number you see on Rewind PS4 into here. هر وقت خواستید بازی دانلود کنید، تیک اینترنت رو خاموش کنید، دانلود رو شروع کنید، بعد دوباره تیک دانلود بذارید. هر دفعه دانلود کردنی باید این کار انجام بدید. اگه خوشتون اومد لایک کن، محتوای آموزشی تو پیجم زیاد دارم.